السلام علیکم دوستای عزیز. سلام. امروز یک تلفن هواوی داریم که مدلش Y9 پرایم 2019 است. YFRP لاک یا جیمیل لاک است. چطور میتونیم که جیمیل اکاونت زیرا بدون کامپیوتر از بین ببریم؟ ببینه پیش میریم دوستا. تلفن خود به وایفای وصل میکنیم. تلفن خود به وایفای وصل میکنیم. بله، پیش میریم ببینیم از ما چی میخواد. این قسمت از ما کد میخواد. کد برش میدیم. ببینه قبول نکرد. گوگل اکاونتی که دیگه از او رو هم ما نمیفهمیم. پس چطور میتونیم میره گوگل اکاونتش از بین ببریم بدون کامپیوتر؟ تلفن خود خاموش میکنیم. تلفن ما انگامی که کاملا خاموش شد سویچ ولیوم بالا رو همراه پاور همزمان میگیریم به این ترتیب. وقتی که لوگو آمد پاور رها میکنیم و ولیوم بالا را محکم میگیریم تا که صفحه بعدی برای ما به نمایش بیاد. بله، در این قسمت ای را یک بار فرمت میکنیم. در این آپشن و یس نوشته میکنیم فرمت تا کاملا یک بار فرمت شود. کمی زمان میگیره. بله، فرمت شد. حالا بک میریم. در این قسمت و کنتینیو. بعد این صفحه دیگه برای ما به نمایش میاد. کمی زمان میگیره. حالا این قسمت کلیک میکنیم. یک بار دیگه بازم یه آپشن که فعال شد بلاش کلیک میکنیم. بکاپ. بله، در این قسمت نقطه آبی که معلوم میشه اینجا تا براوزر ما باز شد. تلفن خود حالا یک بار به وایفای وصل.
به این ترتیب در این قسمت آفلاین ناشته میکنیم. بالای از آپشن میریم، در این قسمت ستینگ ناشته میکنیم. تا ستینگ باز شود داخل تلفن ما بتانیم بریم. تلفن خود با وای فای وصل میکنیم. تلفن خود با وای فای وصل کرده و پیش میریم. در قسمت یوتیوب ناشته میکنیم تا سایت بر ما باز کنیم. سایت فایل فارپی فایل باز میکنیم. از اینجا برش یک کد میدیم. آپشن اول یک کد برش میدیم. یک کد 1 تا 6 برش کد میدیم. انگامی که کد گرفت چک میکنیم کد گرفته یا نه. بله کد گرفته. وقتی که تلفن ما کد گرفته باشه بگ رفته به صفحه اولی، بگ میریم تا به صفحه اول بیا. در این قسمت حال پیش میریم. تلفن یک بار ریستارت میکنیم و پیش میریم. زمانی که تلفن ما ریستارت شود در قسمتی که از ما گوگل اکاونت میخواست در او قسمت از ما کد میخواه. همین کدی که فعلا دادیم کد برش میدیم و از جیمیل اسکیپ میشه. کمی زمان میگیره تا این صفحه بیا. تقریبا 5 دقیقه یا 4 دقیقه وقت میگیره تا صفحهش بیا. بله صفحه از این آمد. حالا این را پیش میبریم ببینیم که از جیمیل اسکیپ میشه یا از ما جیمیل میخواه. یک بار دیگه تلفن را باید به وای فای وصل کنیم. به وای فای وصل میکنیم.
بله حالا مو کدی که پیشتر دادیم یک تا 6 کد برش میدیم. زمانی که کد قبول کنه از جیمیل اسکیپ میشه و جیمیل از ما نمیخواه. بله آپشن اسکیپ فال شد و جیمیل از بین رفت و یا بایپاس شد. بله دوستا این بود طریق جیمیل از بین بردن هواوی وای 9 پرایم 2019. با امید از اینکه ویدیو خوشتون آمده باشه چینل را سابسکرایب کنید. تشکر.